اون کاپر منتشر شد و قراره بچه بهتون چند تا از آپدیت هاشون رو به شما بدیم به خاطر بریم سراغ ویدیو. الان توی خب اولین آپدیتی که داده اینه کاپر گولمه. اینا انواع کاپر گولم هاست که به زمان مقدار اکسید میشن و زنگ میزنن. حالا بخواید که چی کار کنید که اکسید نشد این کارو میکنید. یه دونه تبر میدارید. خب بخواید زنگ نزنه یا هانی بزنید. خب هانی بزنه یک زنگ زندگیش بمونه. حالا میتونید بخواید زنگ زندگیش رو تبدیل بکنی به اون تبر میزنیدش اینجوری بشه. بعد خیلی نزنید، بعد خیلی نزنید تبدیل میشه به این، میشه به این یه کاپر کنه. ولی اگه بکشیش بهت آهن میده. یه دونه کاپر رو بیشتر نمیده. بدونم چند تا میده. 3 تا کاپر نمیده. او برفو یه دونه 2 تا کاپر 3 تا کاپر بیشتر نمیده. دارم این به درد نخوره. و میتونی 4 حالتش کنی. 4 حالت هم بزنیش تغییر پیدا میکنه. مثلا این حالت داره، مثلا من دارم این حالت همین حالت ها رو داره. و یه چیز خیلی باحالی که هست خیلی دوست داشتم برای تو تستش کنم. الان ارتو بیارم واسه میگن که اگه یه دونه آریو گلم بیاری آریو گلم بیاری اینا روی سر آنتنشون گل میزنه. حالا باید نگاه کنم بیشتر میزنه. خیلی باید بیشتر بزنی. شاید آقا من شما تو بدراکی یعنی با اتفاقی میفته زیاد میزنه. ببینم برای شما یه گل میزنه. آکنی باشه باید چند دقیقه براشون سرشون گل میزنه. آخه اینو یه نفر گفته و بچه یه آپدیتی داده. حالا بهتون آخر آپدیت داره. یه آپدیت خوبی داده، خیلی خوبه. بعدش یه آپدیت بدم داده برای بهتون، خیلی بده. بهتون میگم در ادامه اگه بین گل بده خیلی خوبه. اگه نده من یه اسلش کیل میزنم که بره. نمیره. خب بچه فکر کنم خیلی طول بچه اینجوری نمیرم خیلی طول میکشه. خودتون میتونید تست کنید. خیلی طول میکشه. ولی یه اسلش چرا گل داده. گل بده بس ببینم کنید بچه. گل چه باله. و میتونید اینو خودتون وردارید ولی من برش نمیدارم. نگاه کنید چه باحال خوشگله. برای اینم اینجوری بس اسلش کیلو میزنم. من اسلش کیلو میزنم خودم نمیدونم ولی اینو میدونم اسلش کیلو. خب حالا بریم برای بعدی. مثل اینا رو جمع کنم تمیز. خب بندازش تو. بریم سراغ شلف ها. این شلف ها رو خیلی دوست داشتم بیاد. خیلی دوست داشتم یه شلف داشته باشیم که اومد. هرچه این کاروان این شلف این خیلی باحاله. نگاه کنید. حالا من یه ردستون بذارم. نگاه کنید این اگه آیتم های مختلف رو مثلا بذارم مثل من بذارم آیتم ها مثل فیلیت توتم این جزیرو
یه دونه تخت خویده. تخت بانکراف چه شکلی میشه؟ واکن اینجوریه. فقط تخت بدراک اونجوری شده. فقط بدراک تختش اینجوریه و اگه با یه دونه بزنی همه چی برمیگرده. اصلا اگه اینو رو خب برداری یه دونه از آیتمات رو برمیداری. کجا رفت؟ حالا بچه کیل تیوی میجونه فکر کنم اگه سروایویل بشی میجونه بسه نه بچه تازه یه چیزی حالا میخوام بهتون بگم. حالا نشون ندادم من سانسورش کنم اون آخر نشون میدم. بچه فکر کنم من سروایویل باشی آخه نمیده آیتمات هر کاری که کنیم اب نداره. خب بریم برای بعد. بریم برای ترای لایتیران. خیلی هم لایتیران ها مثل بلاک های دیگه اکسید میشه. اینا بلاک های مثل این بلاک های مثل بذارمشون اینجا بعد بذارم رو اینا بلاک های مثل کجا افتادم ولو مثل اینا خودم برش داشتم. حالا این مثل زنگ زده. این مثل کاملا زنگ زده. یه مسی بود مسی بابا خیلی مسی نم بچه تعطیلات خوش بگذره بچه خیلی من تعطیلات دوشنبه است امروز تعطیله. خب بچه اینها این لایتی رانگا بچه اینها مثل بسای دیگه زنگ میزنه و اکسید میشه. بعد تبر رو بزنی که زنگ زدگیش هست بره یا همون اصل بزنید که بمونه. خب حالا نمیزنم ناکن فقط با یه دونه تبر بچه دیرم میگذره. بچه اینا رو بذاره و اصل بزن. من اینا نمیزنم چون خوشگل آبی شب داریش بکنم. نه شب نشد خوشه. خب حالا بریم بعدی. حالا اون رو بریم کنیم بچه ها. اینا ششی مثل ور نداشته بچه. حالا چیزهای جدیدی که تو بازی اضافه شده اینا لنتر. این لنتر رو من دستور ساختشون میدونم چه شکلیه. من میدونم که اینا همش یه دونه لنتره ولی اینا مثل بلاکای دیگه اکسید میشن و باید زنگ زدگیشو از یا اون اصلا بزنی که اون زنده بمونه. حالا لایتی لنترهای جدید هم به بازی اضافه شد. حالا بریم برای بعدی. ببین برای بعدی همه رو خیلی بده که یه دونه زب دارم به دیلیت کنیم همه چی. ببین برای بعدی ببین بعدی یه دونه تورچ و نگینه بس. اینا خب اینا چی هست؟ خب بچه میتونی با اینا یه دونه این تورچ بسازی. کاپر تورچ میتونی بسازی. خب کاپر تورچ ببین با دستور ساختشو اینجوریه ناکن سالا پیداش اینجوریه. یه دونه استیک یه دونه اینا خب یه تورچه. خب وقتی که از اینا یه دونه بذاری اینا اشتباه شد میشه کاپر تورچ. حالا دورش هم به تورچ معمولیه همون تورچ معمولیه. حالا بچه حالا آپدیت های آپدیتاش بچه بیریش کشیدن مدراکو یادتونه چقدر راحت بود. الان سخت شده بچه بیریش کشیدنش رفته. فکر کنم بچه اون بیریش کشیدن اینه چیت حساب میشون خاطرم اینجوری باید بیریش بکشید و دیگه اون باده قبلی نیست. هر کاری میکنم نمیزنه ناکن هر کاری میکنم نمیزنه اینجوری بیریش میزنه. اینجوری باید بیریش بکشید مثل جاوا و بیریش کشیدن سخت. حالا یه بیریش کشیدن راحتیه. هنوز بیریش کشیدنش برای بیریش کشیدنش تنگ شده به خاطر همین. حالا یه چیز جدید آپدیتی که داد اینه ببین از این زیری ها داره و کسایی که کور رنگی دارن میتونن این کارو بکنن.
اکور رنگش رو اوکی کنن. حالا یه چیز آپدیتی خیلی خوبی که داده میروه بهداشت اینجوری شده میروش. این اسکین من چه عجیب غریب نیست بگید. اسکین من اگه عجیب غریبه بگید تو کامنت لایکش میکنم. ببین الان خیلی باحال شده. نگاه کن این الان این وسطی ها میزنی میریم یه جای دیگه و اینو بزنی میریم یه جای دیگه. میریم اینجا و مودتو انتخاب میکنی یا به سلامت. خب بچه حالا دیدیم که آپدیت های بس این بوده. واقعا خودش خیلی خفن بوده. برفم گرفته دیگه. هیچ آپدیتی نداریم بچه دیگه بچه دیگه کاری نداریم با تا ویدیوهای بعدی. بای بای.